بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الابرار المنتجبین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین. ای اهل ایمان، ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا ترس باشید و از مخالفت با فرمان و دستورات خدا بپرهیزید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین، و با صادقان و راستگویان باشید. سخن ما امشب به حول و قوه الهی راجع به آقا امام ششم، امام جعفر صادق علیه السلام است و به نحوی راجع به کل معصومین اطهار علیهم السلام خواهد بود. راجع به آقا پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت خواهد بود. خداوند متعال می فرماد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین، با صادقان و راستگویان باشید. نکاتی چند در این آیه شریف مد نظر قرار خواهد گرفت و مورد بحث خواهد بود. نکته اول این است که خداوند متعال که فرمود و كونوا مع الصادقین، خود كونوا مع الصادقین دلالت بر وجوب میکنه. انسان در جبهه صادقان باشه. آیا این واجبه یا مستحبه؟ این آیه شریفه به 4 وجه دلالت بر وجوبش میکنه، ولی اینکه این ضروری و لازم و حتمی است و خلافش گناه و معصیت. كونوا مع الصادقین. چرا؟ چون ما 2 جبهه داریم، جبهه نور داریم و جبهه تاریکی. ما راه داریم و بیراهه، ما حق داریم و باطل. انسان اگر در جبهه حق نبود، در جبهه باطل خواهد بود. اگر روز نباشه، شب خواهد بود و همچنین اگر شب بود، روز نخواهد بود. پس بنابراین انسان باید با جبهه صادقان باید باشه، که اگر در جبهه صادقان و راستگویان نبود، یعنی اینکه در جبهه دروغگویان و کاذبین خواهد بود. فرق نمیکنه حالا این شخص یا این انسان بازاری باشه، ممکنه در جبهه صادقان باشه و راستگو باشه، ممکنه که در جبهه دروغگویان و گمراهان باشه. ممکنه بازاری باشه، ممکنه دانشگاهی باشه، ممکنه یک طلبه و یک روحانی باشه، در جبهه راستگویان یا در جبهه گمراهان و اهل بدعت و ضلالت. پس بنابراین این آیه شریف اشاره به این حقیقته که 2 جبهه‌ای در کار هست، جبهه حق، جبهه باطل. جبهه کسانی که راه راست را در پیش گرفتن و صراط مستقیم را در پیش گرفتن، و جبهه کسانی که راه کج و منحرف و باطل را در پیش گرفتن. برای خداوند متعال پست و مقام و ریش و لباس هیچ محوریتی نداره، هیچ موضوعیتی نداره، مقیاس نیست. ممکنه یک انسان راستگو باشه، یک دکتر، یک مهندس، یک روحانی، یک وزیر یا نخست وزیر یا رئیس جمهور ممکنه راستگو باشه، ممکنه که جزو کاذبین و دروغگویان و گمراهان باشه. نه پست برای خدا مطرح است و نه مقام. نه پست و نه مقام و نه لباس و نه شکل و هیئت و قیافه، اینا محوریت برای خداوند متعال نداره، موضوعیت نداره، ملاک و مقیاس
نیست نزد خداوند متعال. خداوند متعال صریح و واضح می‌فرماد که اتقوا الله، خدا ترس باشید، و کونوا مع الصادقین، در زمره راستگویان باشید. حالا چه انسان روحانی باشه، چه بازاری باشه، چه رئیس باشه، چه مرئوس باشه، فرق نمیکنه. آیه شریف دلالت بر وجوب داره از 4 جهت. جهت اول خود صیغه امر، هیئت امر، کونو، خود کونو باید باشید با صادقان. پس صیغه امر دلالت بر وجوب می کند که اگر نکردید و نکردیم، خدای نکرده، گناهی بس بزرگ و عظیم مرتکب شدیم. جهت دیگر که این آیه شریف دلالت بر وجوب میکنه سیاق است. خود سیاق آیه یا چارچوب کلی آیه یا نحوه ترتیب و تسلسل کلمات و نحوه جایگزینی این کلمات در آیه شریف است. چون خداوند متعال میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، آیا تقوای خدا واجب است یا خیر؟ واجبه، درش بحثی نیست. پس آنچه را که بعد از تقوای خدا آمد نیز واجب است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این للوجوب و کونوا مع الصادقین، پس اینم للوجوب و للالزام خواهد بود. اینم جهت دوم که خود سیاق آیه دلالت بر وجوب میکنه. جهت سوم دلیل عقل، برهان عقل، همونی که در آغاز سخن بهش اشاره کردیم. چون آیه واضح هست که اشاره می کند به این که 2 جبهه هست، جبهه راستگویان، جبهه دروغگویان، جبهه حق، جبهه باطل، راه داریم و بیراهه. اگر کسی بنا شد که در جبهه مبتلان و گمراهان اگر باشه، بر ضلالته و کار خلافی انجام داده و گناه و معصیت را مرتکب شده، پس در جبهه مقابل، در جبهه حق و نور و هدایت، این که این شخص بوده باشه، این جزو واجباته. و به تعبیر اصولیون میفرمان که هدایت و ضلالت و راستگویی و دروغگویی اینا من قبیل الضدین اللذین لا ثالث لهما هستند، 2 متضادی که سومی ندارند. چون شخص یا در راه حق سیر میکنه یا در راه باطل. به فرمایش آیه شریفه فماذا بعد الحق الا الضلال، پشت حق، ماورای حق غیر از ضلالت آیا چیزی هست؟ خیر، چیزی نیست. پس بنابراین اگر انسان در جبهه صادقان و راستگویان نبود، پس حتما در جبهه دروغگویان و حق بازان و ضالین خواهد بود. اینم جهت سوم یا دلیل سوم بر وجوب این که انسان در زمره صادقان و راستگویان باشه. جهت 4 این است که راستگویانند که نماینده و خلیفه خداوند متعال هستند. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، چرا؟ چون آدم و بنی آدم اینا نماینده های خدا در روی کره زمین هستند. انسان صادق و راستگو در همون محدوده صدق و راستگوییش، این انسان در همون حدود و در همون محدوده مجسم کننده ارزش های آسمانیه، سمبل اون خوبی هاست، سمبل اون ارزش هایی است که خداوند متعال در یک انسان خواسته که مجسم بشه و متحقق بشه. پس بنابراین کسی که واقعا صادقه به مال الکلمت من معنا، کسی که از هر جهت از هر نظر راستگو باشه، این واقعا خلیفت الله، واقعا نماینده خداوند متعال در روی کره زمینه. که ائمه اطهار علیهم السلام اینها هستند، کسانی هستند که اینا سرآمد صادقان هستند، اینا هستند که سمبل صادقان هستند، اینها هستند علیهم السلام که سرور و سالار صادقان هستند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. پس به 4 جهت بودن با صادقان و راستگویان وجوب داره و ضرورت داره به حکم عقل و فطرت و وجدان و شرع. ائمه اهل بیت علیهم السلام اگر ما یه مقدار بررسی کنیم و یه مقدار شخص با انصاف باشه،
حالا چه شیعه باشه چه سنی باشه به خوبی و به روشنی درک خواهد کرد که پیامبر اکرم، آقا امیر مؤمنان، تا برسید به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اینا از بارزترین و مشخصترین و شاخصترین مصادیق این آیه شریفه هستند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. صادقین کیا هستند؟ مشخصترین مصداق صادقین اهل بیت عصمت و طهارت هستند. سرور و سالار رازگویان اهل بیت هستند. سرآمد رازگویان اهل بیت هستند. پس این آیه به روشنی منطبق بر اهل بیت، به روشنی منطبق بر آقا امام ششم علیه السلام. حالا عرض کردیم چه طرف شیعه باشه، چه سنی باشه، چه غربی باشه، چه شرقی باشه، اگر واقعا بخواد منصف باشه و زندگی آقا امام ششم را بررسی کنه، برای او خیلی روشن خواهد بود که ایشون و بقیه اهل بیت علیهم السلام در بالاترین مرتبه صدق و صداقت و حقانیت هستند. حالا ما نمونه هایی برای شما نقل میکنیم که اینا از اعترافات معمولا دیگرانه، یعنی افرادی که شیعه نیستن، ممکنه سنی باشه، ممکنه که لایک باشه، ممکنه که مسیحی باشه، اینا اعتراف دارن که آقا امام صادق علیه السلام در بالاترین مرتبه علم و فضیلت و تقوا و زهد و ورع و نیکی هستند. یکی از بزرگان اهل سنت به نام ذهبی در کتاب تاریخ الاسلامش میگوید که مناقب جعفر کثیرتون، فضیلت‌های آقا امام ششم خیلی زیاده. و کان یصلح للخلافه، صلاحیت داشت که زمامدار و خلیفه بر کل جهان اسلامی باشه. و کان یصلح للخلافه، چرا؟ نه دیگران، با اینکه این سنیه، یعنی از ظاهری قبول نداره ائمه اهل بیت علیهم السلام را و اون خلفا را یا اون حکام را قبول داشته. میگوید و کان یصلح للخلافه، صلاحیت داشت که زمامدار و حاکم و خلیفه باشه. چرا؟ لسعدده، به خاطر بزرگواری و آقایی و مرتبه بلندش، و فضله، فضیلت او، و علمه و شرفه. این نمونه اول. نمونه دوم مالک ابن انس که یکی از ائمه مذاهب چارگانه اهل سنت است، میگوید که ما رأت عین، چشمی ندید، ولا سمعت اذن، گوشی نشنید، ولا خطر علی قلب بشر، خطور نکرد بر قلب یک انسان کسی بالاتر و بهتر از آقا امام ششم. این اعتراف مالک بن انس که یکی از بزرگان اهل سنت است و یکی از مذاهب چارگانه، ایشون به عنوان امام و سالارشون تلقی شده. ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر، افضل، بهتر و بالاتر، من جعفر الصادق فضلا و علما و عبادتا و ورعا، چه از نظر فضیلت، چه از نظر علم و عبادت و ورع. این را شما میتونید ببینید در کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شهر آشوب، اونجا مصدر این روایت ذکر شده. همچنین ابو حنیفه که باز هم امام مذهب حنفی اهل سنت، میگوید که مصدر این کلام که الان نقل میکنیم در سیر اعلام النبلاء ذهبی، تهذیب الکمال، مناقب ابو حنیفه ابن جوزی، تذکرة الحفاظ ذهبی، میگوید که ابو حنیفه گفت، حسن بن زیاد میگوید که سمعت ابا حنیفه و سئل من افقه من رأیت، دانشمندترین شخصی که دیدی کیست؟ آقا خودش بالاخره برای خودش شخصیتیه که از بارزترین علمای اهل سنته، اما میگوید که من کسی ملاتر و فقیهتر و دانشمندتر از آقا امام ششم نیافتم و ندیدم. با اینکه مثلا از نظر ظاهری رقیب بوده دیگه، خب رقیب در حق رقیبش اگر چیزی بگوید حتما حجیت داره. میگوید که منصور که حاکم اون وقت بوده یا به اصطلاح خلیفه اون زمان بوده، حاکم بوده، خب بالاخره میخواست کاری کنه که آقا امام ششم را از نظر ظاهری بکوبه. ابو حنیفه رو طلبید و به ایشون گفت 40 مسئله بسیار مشکل در زمینه‌های مختلف فراهم کن، ما امام ششم را دعوت میکنیم
مردم را هم دعوت میکنیم، دانشمندان را، شما در حضور امام صادق این مسائل سخت و صعب و مستصعب را مطرح کن که مثلا آبروی آقا بره نزد مردم. اون ادعایی که داره، چون مکرر امام صادق علیه السلام همانند جدشون مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند که سلونی قبل ان تفقدونی، خیلی کلمه بالایی است و با ارزش. ابو حنیفه هم میگوید من 40 مسئله بسیار مشکل، حالا 1 ماه 2 ماه بالاخره وقت هزینه کرد جهت این کار، نمیدونیم، 40 مسئله بسیار مشکل تهیه کردم و رفتیم مجلس منصور دوانیقی و آقا امام صادق آمدن و تشریف آوردن و منم مسائل را مطرح کردم. میگفت که مسائل را که مطرح کردم خود ابو حنیفه شگفت زده شد، براش اصلا قابل تصور نبود که همچی موجودی در روی کره زمین باشه. مسائل مانند شما، اگر کسی از شما سوال کنه 1 به اضافه 1 چقدر میشه، خیلی راحت جواب میدید، احتیاج به تفکر نداره. آقا امام صادق هم جوابشون به این نحو بوده، بلکه به اضافه به این که آقا جواب میدادن میگفتن اما نظر شما هم اینه، نظر اون آقایون هم اینه، نظر فرقه سوم هم اونه و به همین ترتیب و همچنین. بعد ابو حنیفه میگوید الیس قد روینا ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس، آیا اینجور نیست که روایت شد برای ما که دانشمندترین مردم کسی است که اطلاع داره بر کل اقوال و کل آرا و کل ایده ها و عقاید. و آقا امام صادق به وضوح برای من روشن شد که اطلاعش اطلاعی است شگفت انگیز. اینم نمونه دوم یا سوم. نمونه دیگر آقای آلوسی که وهابیه و در کتاب مختصر تحفه اثنا عشریه میگوید هذا ابو حنیفه و هو من اهل السنه یفتخر و یقول به افصح لسان لولا السنتان لهلك النعمان. میگوید که ابو حنیفه که از بزرگان اهل تسننه و در اون جبهه است، اما با افتخار میگوید که لولا السنتان لهلك النعمان، اگر اون 2 سال نبود که من شاگردی کردم نزد آقا امام ششم، من از بین میرفتم، هلاک میشدم. چرا؟ که بر راه باطل و در گمراهی قدم میزدم. و همچنین ابن خلکان میگوید که لقب بالصادق، چرا لقب آقا را صادق گذاشتن؟ لصدقی فی مقالتشون، واقعا راستگو بوده. حالا شما یه نفر پیدا کنید که واقعا راستگو باشه، 1 کلمه کم و زیاد نکنه، حالا چه رئیس باشه، چه مرئوس، چه روحانی باشه، چه دکتر، چه بازاری، که واقعا از هر جهت 1 دروغ در کلامش و 1 حقه بازی نباشه. لقب بالصادق لصدقه فی مقالتی. با اینکه آقا امام ششم رقیب زیاد داشتن، اینا مرتب کلمات آقا رو چک میکردن که اگر کمترین خلافی کم و زیاد، اما 1 نفر پیدا نشد از دوست و دشمن که بگوید فلان جا ایشون دروغ گفته یا کم و زیاد کرده. لقب بالصادق لصدقه فی مقالته. بعد میگوید و فضله اشهر من ان یذکر، فضیلت و مقام ایشون بالاتر و مشهورتر از این که ما بخوایم بیاییم و تعریف کنیم از ایشون در کتاب وفیات الاعیان. همچنین نمونه دیگر ابن تیمیه که از نواصب حساب میشه و 1 سنی بسیار متعصب حساب میشه و پدر روحی و فکری وهابیای این زمانه، میگوید فان جعفر ابن محمد، آقا امام ششم، لم یجع بعد مثله، کسی تا کنون در طول تاریخ نظیرش نیامد، همانندش ما ندیدیم. اونم که 1 آدم وهابی متعصب که خون هر شیعی را حلال میدونه و کل شیعه ها، بلکه هر مسلمانی را منهای وهابیون را مشرک و واجب القتل میدونه. اما مع ذلک ببینید موقعیت آقا امام ششم تا چه اندازه بوده که ابن تیمیه معترف شده به این مطلب، لم یجع بعد مثله، تا کنون در طول تاریخ همانند ایشون نیامد. و قد اخذ عنه العلم، بعدش نام بزرگانی میبره که از مشاهیر علما هستن و از برجسته ها هستن که از آقا امام صادق علیه السلام علومی را گرفتن. همچنین مالک بن انس که از بزرگان
اهل سنت بوده، همونطوری که اشاره کردیم. میگوید اختلفت الیه زمانا، مدتی خدمت آقا امام ششم آمدم، در رفت و آمد بودم، ایشون را نیافتم مگر بر یکی از سه حالت: یا در حال نماز و عبادت بودن، یا اینکه در حال قرائت قرآن کریم بودن، و یا اینکه روزه بودن. و ما رأیته یحدث الا علی طهاره، همیشه هم در حال وضوء و طهارت بودن. این هم نمونه دیگر یک آقای لائیک معروف که از بزرگان اون زمان بوده و در کل تاریخ مشهوره، یک لائیک و یک منکر خدای معروف به نام ابن ابی العوجاء که سفسطه گو بوده، مادیگرا به اصطلاح امروزی ها بوده، لائیک بوده، ضد خدا بوده. میگوید که اگر در روی زمین فرد روحانی وجود داشته باشد که گاهی به صورت بشر متجلی گردد، اون همان جعفر ابن محمد است. در کتاب ملل و نحل میتونید که مصدر این کلام را ببینید. همچنین دکتر احمد امین که از بزرگان اهل سنت است و مؤلف کتاب‌های فجر الاسلام و ضحى الاسلام است، میگوید بزرگترین شخصیت فقهی و حقوقی شیعه، بلکه بزرگترین شخصیت علمی در اعصار مختلف اسلامی و در دوران‌های بعدی بوده آقا امام ششم. در سال دهم حکومت منصور درگذشت. این رو در کتاب دائره المعارف فرید وجدی میتونید ببینید. و همچنین دیگران که زیاد هستن و خود منصور که بالاخره حاکم اون زمان و رهبر و پادشاه اون زمان بوده که دشمن سرسخت آقا امام ششم بوده، اما به ناچار اعتراف کرد که راجع به آقا امام ششم گفت درباره ایشون از پیشروان خیرات و نیکی ها بوده. این خیلی دلالت داره این کلام، میتونید این را در کتاب تاریخ یعقوبی ببینید. و همچنین آخرین نمونه‌ای که اینجا ما منعکس میکنیم در کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق که 24 یا 26 نفر از بزرگان دانشمندان دانشگاه‌های آمریکا و انگلستان و کشورهای دیگه این کتاب را تألیف کردند و معمولاً مسیحی هستند، میگویند که راجع به آقا امام ششم او بود که در مورد نظریه بطلمیوس، در مورد مرکزیت زمین و گردش خورشید به دور آن، برای نخستین بار ایراد گرفت و مرکزیت خورشید را مطرح ساخت. همچنین میگویند ایشونند که پایه‌گذار تئوری نور و زمان، مبتکر حرکت تمام موجودات و دهها نظریه جدید و علمی بوده. میتونید این را در همون کتاب ملاحظه کنید و مطالعه کنید. خلاصه سخن بسیار دراز است در این زمینه، اینا به عنوان نمونه کافی بود. پس بنابراین اگر ما لحاظ کنیم اعتراف دیگران را و شهادت دیگران را در حق آقا امام ششم علیه السلام، خواهیم دریافت که چه دشمن چه دوست مذعن و معترف و مقر است که آقا ایشون از سروران و سرآمد صادقان هستند و راستگویان هستند و در بالاترین قله فضیلت و شرافت و علم و عدالت و تقوا و ورع هستند. اگر مطلب چنین بود که چنین هست که درش شکی نیست، و به عبارت دیگه مطلب اجماعیه، درش بحثی نیست، یعنی آقا امام ششم کسی هستن که کسی در مورد ایشون نمیتونه کوچکترین خدشه وارد کنه. اگر مطلب این بود، این چنین بود که این چنین هست، آیا سزاوار نیست که به عنوان مثال که فرمایشات آقا امام صادق، فرمایشات آقا امام ششم، تئوری های ایشون، نظرات ایشون، افکار ایشون و طرحهای ایشون جزو مواد درسی مدارس باشه، جزو برنامه‌های درسی دانشگاه ها باشه؟ آیا بنا نبوده که مواد درسی، حالا در کل کشورهای اسلامی مواد درسی اینا بنا بشه یا اقلا ایشون شریک باشن؟ بالاخره طرف قبول داره، هر مسلمانی، هر کافری، حتی جهان غرب ایشون را به عنوان یک دانشمند بسیار برجسته قبول داره. پس شریک باشن. شما تئوری های دیگران را منعکس میکنید، خب تئوری آقا امام صادق را منعکس بکنید، حالا چه در سیاست باشه، چه در اقتصاد باشه، چه در جامعه شناسی باشه، چه در حقوق باشه،
چه در دانشکده فرض کنید که طب و اینا باشه، فرق نمیکنه. اگر آقا این موقعیت را دارن، به اذعان دوست و دشمن و بزرگان دانشمندای جهان این را قبول دارن. پس بناس مواد درسی از دبستان بگیرید تا دانشگاه، اینا لااقل اینه که افکار ایشون، نظرات ایشون، ایده های ایشون، عقاید ایشون و مسائل شرعی نیز و همچنین بحثایی که ایشون راجع به تاریخ داره، اینا اقلا اشاره بهش بشه که همچین دانشمندی که کل جهان اذعان به او داره همچین نظریه‌ای داشتن. حالا من برای شما نمونه نقل میکنم از کتاب تحف العقول عن آل الرسول که یکی از مهمترین کتاب‌های شیعه است. خب در این کتاب روایات مختلفی از آقا امام ششم ایشون نقل میکنه. شما ببینید اگر الان در دانشکده سیاست، کلا در بحث‌های علوم انسانی، حالا چه سیاست باشه، چه اقتصاد باشه، چه حقوق باشه، چه هر چی، اگر همین فرمایشات ایشون تدریس بشه، نمیگیم محور باشه، نظر ما اینه که باید محور باشه، حالا میگیم که یکی از محاور باشه، یکی از مطالبی باشه که منعکس بشه، یکی از نظراتی باشه که منعکس بشه. اگر همین دو کلمه‌ای که الان برای شما از این کتاب میخونیم همین در دانشگاه ها درس داده بشه، در دانشکده خدمت شما عرض سیاست یا جامعه شناسی، اگر این تدریس ببینید چه دگرگونی در جامعه رخ خواهد داد. ببینیم آقا چی میفرمان در این کتاب. میفرمان ثلاثه اشیاء یحتاج الناس ضرا الیها، سه چیزه که کل مردم نیاز به اون دارن. ببینید آقا چی میفرمان و آیا بنا نیست که در سیاست و در علوم سیاسی و دانشگاه‌های و دانشکده‌های علوم سیاسی این مطلب درس داده بشه؟ میفرمان اونم چه مختصر و چه مفید. ثلاثه اشیاء یحتاج الناس ضرا الیها، همه مردم نیاز به این سه چیز دارن: الامن، امنیت، العدل، عدالت. سه، الخصب، خصب یعنی رفاه اقتصادی، رفاه اقتصادی. مردم به سه چیز نیاز دارن: یکی امنیت، دو عدالت، سه رفاه اقتصادی، یعنی حاصل خیزی به عبارت دیگه، یعنی فراوانی ارزاق به عبارت دیگه، یعنی ارزانی ارزاق. خصب کلمه است که در برگیرنده کل این معانیه که اگر واقعا در یک کشوری خصب حکومت بکنه، یعنی این که ارزاق ارزون و فراوانه، ارزون فراوانه، اون سرزمین حاصل خیزه. و به همین ترتیب از معانی که ممکنه انسان راجع به این کلمه فکر کنه. لغویون راجع به کلمه خصب چنین گفتن: کثرت العشب، یعنی حاصل خیزی، و همچنین گفتن کثرت الخیر، که خیرات زیاد باشه، که این اعم از حاصل خیزیه. همچنین گفتن که النما والبرکه، اگر در رزق و روزی شما برکت بود، اگر مرتب در حال ازدیاد بود، این بهش میگن خصب. ببینید آقا چی میفرمان؟ میفرمان که مردم کلن، کل مردم نیاز دارن به این سه مطلب، به این سه مطلب اساسی: ثلاثه اشیاء یحتاج الناس ضرا الیها. پس اولویت یک حکومت چی باید باشه؟ این سه تا مسئله است. حکومت موظفه که این سه مسئله رو محقق کنه. یکی امنیت، که واقعا کشور امن باشه. دو، عدالت، عدالت به تمام تجلیاتش، در تمام ابعادش، حالا چه عدالت سیاسی باشه، چه اقتصادی باشه، چه حقوقی باشه، در جمیع زمینه‌ها، در همه زمینه‌ها. سه، رفاه، آیا کشور مرتب گرانی بیشتر داره میشه یا ارزانی حکم فرماست؟ این یک مشخصه است که شما اگر بخواهید عملکرد یک حکومتی را زیر ذره‌بین قرار بدید که ببینید که آیا این حکومت از دیدگاه آقا امام ششم یک حکومت مستقیم و صحیح و علی الاصول داره حرکت میکنه، آیا مرضی خداوند و رسول هست، آیا مورد رضایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست یا نیست. این شاخص بسیار روشنیه، مشخصه بسیار روشنیه. مقیاس سنجشه. با همین سه ترازو میتونید سنجش عملکرد یک حکومت را داشته باشید: عدالت یک، امنیت دو، خصب که رفاه اقتصادی باشه سه. آیا سزاوار نیست این مطلب در
دانشکده ها تدریس بشه. نمونه دیگر، آقا میفرمان که افضل الملوک، آقا فرمودن ملوک چون در اون زمان معمولا پادشاهی بوده، مقصود زمامدار، حالا چه ملک باشه که شاه باشه و پادشاه، چه رئیس جمهور باشه، چه نخست وزیر باشه، چه امیر باشه، هر چی باشه. عبارت ملوک به خاطر این است که در اون زمان معمولا سیستم پادشاهی بوده. حضرت میفرمان افضل الملوک من اعطی 3 خصال. پس این بالاخره یک مشخصه، یک مقیاسیه، یک محوری است که شما میتونید بسنجید که آیا این پادشاه یا این رئیس یا این امیر چه وضعیتی داره. یک، الرأفه، مهربون باشه، مرتب آدم بگیره مردم را بزنه، زندان بندازه. خشونت داشته باشه. این یه مقیاسیه که آیا این حاکم مانند امیر مؤمنان علیه السلام مهربانه، با عطوفت. خوارج مقابل ایشون قیام کردن، فلم یمنعهم العطاء، خیلی حرفه که قیام کردن ضد آقا و پایه های حکومت ایشون را از نظر ظاهری متزلزل کردن، اما آقا برخوردشون با اونا همانند برخورد با دیگران بوده. میمدن میرفتن، نه زندانی، نه شکنجه‌ای، نه خشونتی اعمال شد. بله شمشیر برداشتن، به همون اندازه‌ای که شمشیر برداشتن آقا مقابله کردن با اونا، شمشیر را گذاشتن، شدن یک انسان معمولی، نه زندانی، نه شکنجه‌ای، نه تعقیبی، نه تبعیدی. افضل الملوک من اعطی 3 خصال، بهترین پادشاه یا شاه یا زمامدار کسی است که 3 صفت و خصلت را داشته باشه. یکی الرأفه، که مهربانی باشه و محبت به مردم. 2 الجود، کرم و بذل و بخشش. 3 العدل، که عدالت باشه. خب فرمایشات ایشون زیاده، ممکنه شما همین کتاب را که تحف العقول عن آل الرسول را مطالعه کنید و ببینید که آیا سزاوار نیست از دیدگاه هر انسان منصفی، چه شیعه باشه، چه سنی باشه، چه مسیحی باشه، چه لایک باشه، که این فرمایشات ایشون آویزه گوششون باشه و مد نظرشون قرار بگیره و جزو برنامه‌های درسی قرار بگیره، بلکه جزو سیستم زندگی هر انسانی قرار بگیره و همچون کتاب‌هایی در تیراژ 10 میلیون نسخه چاپ بشه، نه اینکه 2000 و 3000 و 5000 نسخه از این کتاب چاپ بشه. پس بنابراین این نکته اول. آقا امام ششم همچون موقعیتی در جهان دارند که جهان غرب اعتراف دارد به بزرگواری ایشون، به عظمت علمی و ارزش والای علم ایشون دارند. آیا سزاوار نیست که مذهب ایشون مذهب رسمی باشه در کل کشورهای اسلامی؟ یک کسی که بزرگان اهل سنت، یک دانشمندی، یک بزرگواری، یک آقا و سرور و سالاری که امثال مالک بن انس و امثال ابو حنیفه و دیگران از بزرگان اهل سنت میگویند که ایشون همچون مقام بالایی داره. خب حالا شما در اون کشور سنی نشین فرض کنید که فلان مذهب رسمیه، خب مذهب آقا امام ششم را به رسمیت بشمارید. ما باید سعی کنیم که همچی چیزی محقق بشه. حالا اون ممکنه متوجه این مطلب نباشه یا غرضی داشته باشه، اما وظیفه ما این است که ما سعی کنیم در کل کشورهای اسلامی مذهب آقا امام ششم مذهب رسمی شمرده بشه. این هم جهت دوم. جهت سوم، آیا سزاوار نیست که فرمایشات آقا امام صادق، زندگی ایشون، نصایح ایشون و مواعظ ایشون، اینا در وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌های گروهی منعکس بشه؟ الان شما ملاحظه بفرمایید، روز شهادت آقا امام ششم علیه السلام یا روز ولادت آقا امام ششم علیه السلام یا بقیه ائمه اهل بیت علیهم السلام، شما رسانه‌های گروهی جهانی رو باز کنید، رادیوها، تلویزیون‌های جهان، آیا ذکری از ایشون هست؟ آیا بحثی راجع به ایشون هست؟ با اینکه آقا امام ششم افتخار مردم جهانه، نه افتخار هر شیعه است فقط، و نه اینکه ایشون افتخار هر مسلمانی هستند، بلکه ایشون مفخره و افتخاری است برای کل مردم جهان. ایشون کسی هستن که خود همونطوری که عرض کردیم دانشمندان غرب فضیلت ایشون را قبول دارن. یک نمونه
جابر ابن حیانه که جابری که از شاگردای ایشون بوده و آقای جابر کسی است که نوشته هایی داره در زمینه های مختلف که شروع کرده اون نوشته رو به حدثنی سیدی و مولای جعفر بن محمد الصادق، آقای من که آقا امام ششم باشن حدثنی چنین فرمودند. وقت بعد وارد مسائل شیمی میشه، بعد وارد مسائل طب میشه، بعد وارد مسائل فلسفه و کلام میشه و اون طوری که دانشمندان و همون طوری که محققان نقل کردن، جابر در شیمی تنها 500 رساله نوشته. 500 رساله یعنی کتابچه یا یه نوشته پژوهشی تحقیقاتی. 500 رساله خیلی ارزش داره. این آقا 500 رساله در علم شیمی در اون زمان نوشته که شروع شده صحبتاش در اون کتابچه ها، در اون رساله ها، در اون مقالات تحقیقی. حدثنی سیدی و مولای جعفر بن محمد. وقت مسئله شیمی بعدش مطرح میکنه که این نوشته ها و این رساله ها متاسفانه در غرب الان، نه در شرق، دست ما نیست. الان خیلی از این نوشته ها شاید ایشون 1000 رساله داشته باشه که در دست غربی است متاسفانه. در شیمی 500 رساله ایشون داره، در طب 500 رساله ایشون داره، 500 کتابچه و نوشته و مقاله تحقیقاتی و پژوهشی. واقعا افتخار جهانه، افتخاری است برای بشریت. فقط ما این متاسفانه این همت رو نداریم که این آقا امام ششم را به جهانیان همونطوری که شایسته مقام ایشونه، بلکه به اندازه 1000 مقام ایشون عرضه بداریم ایشون را به جهان. 300 رساله جابر در علم کلام و فلسفه نوشت. همچنین 300 رساله در منطق و ریاضیات نوشت. 1300 رساله در ابزار و آلات و وسایل مورد نیاز مردم، اهم از جنگی و غیر جنگی نوشته. و شمارگان رساله های ایشون و مقالات تحقیقی ایشون و نوشته های ایشون به 3900 رساله رسیده. این یکی از شاگردای آقا امام جعفر صادقه. 4000 دانشمند پای منبر ایشون شرکت میکردن و حضور میافتن. تا 20000 شاگرد آقا داشتن. یکیشون جابر بوده که 3900 رساله از خود بر جای گذاشت. خب پس همچه آقایی که واقعا افتخاری است برای کل جهان بشریت، باید مذهبش رسمی باشه یا یکی از مذاهب رسمی باشه. باید فرمایشات ایشون جزو مواد درسی دانشگاه ها و دانشکده ها باشه. باید کتابایی راجع به ایشون در تیراژ میلیونی و 10 میلیون بلکه 100 میلیون نوشته و چاپ بشه. باید فیلم هایی راجع به ایشون تهیه بشه که واقعا اونم نه به 1 زبان و 2 زبان. اینم نکته دیگر که همچه شخصیتی را که ما دارا هستیم باید کاری بکنیم که واقعا جهان ایشون را به نحو احسن و به نحو بهتر بشناسند. خداوند متعال می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای اهل ایمان. پس شما مخاطب هستید، شما موظف هستید به 2 شیء، به 2 مطلب. اتقوا الله، از خدا بترسید، مخالفت با فرامین و دستورات خدا نکنید، بپرهیزید از مخالفت با خدا و فرامین او. و کونوا مع الصادقین، و با صادقان باشید، با راستگویان باشید. نکته دیگری که در این آیه شریف مد نظره که نکته بسیار جالب و اساسیه و نکات دیگر را حالا امشب ما این نکته رو بیان میکنیم و نکات دیگر را شاید هفته های دیگر اگر توفیقی بود. نکته دیگر راجع به سیاق این آیه با آیات شریفه دیگر قبل و بعد این آیه شریف است. خود سیاق، خود چارچوب خیلی نشونگره. من الان این سیاق را میخونم، آیه های قبل و بعد رو میخونم، خیلی دلالت داره که خداوند متعال ببینید این آیه در جایی گذاشته شده که هم متصل باشه هم منفصل، در عین اتصال منفصله و در عین انفصال متصله. به این معنا که خداوند متعال این آیه رو که در اینجا قرار داد، شما به وضوح میبینید که آیه قبل در یک زمینه دیگری خداوند متعال صحبت میکرد، اصلا مطلب دیگری بود. آیه بعد مطلب دیگریه.
ناگهان خداوند متعال یک آیه اینجا در وسط قرار داده که از نظر ظاهری و در بدو نظر ارتباطی با آیه های قبل و بعد نداره، هرچند نحوه ارتباط داره، اون درش بحثی نیست. اما بحث این که نحوه جایگزینی جوریست که انسان فوراً این لفت نظرش میکنه، الفاتش میکنه، جلب توجهش میکنه که پس بنابراین چی شد؟ خداوند متعال راجع به زمینه صحبت میکرد، ناگهان محور سخن تغییر یافت، نحوه و طریقه صحبت کردن تغییر یافت. خداوند متعال بازم این آیه که تموم شد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین میره جای دیگه. اینو شما خوب دقت بکنید، این به جهت همین نکته‌ای که میخوایم عرض کنیم که خداوند متعال میخواد که جلب نظر ما بکنه که اینجا یه مطلب ویژه‌ای عنوان داره میشه. خداوند متعال ببینید در این آیه های شریفه سوره توبه از آیه 118 تا آیه 122 میفرماد و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض. ببینید ما الان این ترجمه این آیات شریفه رو میخونیم با یه مختصر توضیح، ببینیم چطور اصلا این آیه نحوه جایگزینیش دلالت ویژه‌ای داره. میفرمان و بر آن ستن که هلال باشد و کعب باشد و مراره که از توبه تخلف ورزیدند تا آن که زمین با همه پهناوری و وسعتش بر آنها تنگ شد و بلکه از خود دلتنگ شدند و به عبارت دیگه در خیش برای خود جایی نیافتند. این سه نفر شما دقت کنید چون این خود این آیه ها خیلی دلالت داره. اینا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب فرمان حرکت به سوی تبوک را دادن که بنا بوده مردم برن جنگ دفاعی بوده، جنگ هجومی نبوده، جنگ دفاعی بوده. خب تعداد مسلمان هم کم بوده. این سه آقا که کعب و مراره و هلال باشن اینا هم یه موقعیت ویژه‌ای داشتن، بعضیاشون واقعا متشخص بودن، اینا تخلف کردن از این فرمان. حالا شما ببینید در هر مملکتی کسی که تخلف کنه، یعنی بنا سرباز یا افسره، اگر تخلف کنه فرمان جنگ صادر شد یا دفاع و این آقا تخلف کرد، حکمش چیه؟ بالاخره دادگاه هست و بعدش ممکنه زندان باشد و هر مشکلی از این مشکلات، بالاخره با خشونت با او برخورد میکنن. پیامبر اکرم کاری نسبت به این ستا انجام ندادن که خود این دلالت داره. این سه آقا تخلف کردن با اینکه موقعیتشون موقعیت حساس بوده، یک تعداد مسلمان ها کم بوده، دو نسبتاً، و سه اینکه این حالت یه حالت سرایت دار و فراگیری ممکن بود بشه، به این معنا که یک نفر که تخلف کنه، دو نفر که تخلف کنن، سه نفر که تخلف کنن، ممکن بود که دیگران هم این را به عنوان الگو و سرمشق تلقی بکنن، ممکن بود که روحیه دیگران نیز تضعیف بشه که شد، چون کسانی از این جنگ تخلف کردن که از مؤمنین بودن و از منافقین. خب پیامبر اکرم نسبت به این آیون هیچ عکس العمل منفی نشون دادن، فقط یک کلمه و اون این است که فرمودن به مسلمان‌ها که شما با اینا دیگه سخن نگویید، تموم شد، نه زندانی نه تبعیدی نه تا همین، فقط با اینا سخن نگویید. یه نوع فشار نفسی بر اینا بنا شد وارد بشه، بالاخره نمیشه بی هیچ باشه، اما در همین حد. نکته دیگر در این قصه تاریخی که در بحث خودش بحث مفصلی داره، در زمینه خودش و در جای خودش بحث مفصلی داره، این که پیامبر فقط در همین حد اکتفا کردن که کسی با اینا سخن نگوید. بعد حالا اگر کسی با اینا سخن گفت آیا عقوبتی داشت؟ زندانی؟ نه، کسی با اینا سخن نگوید. اگر سخن گفت آیا چیزی هست؟ عقوبتی هست؟ بازخواستی هست؟ بازم نه. این خودش خیلی دلالت داره. پس ببینید بحث آیه اینه، بر آن ستن که از جنگ تبوک تخلف ورزیدند تا آنکه زمین با همه پهناوری بر آنها تنگ شد و بلکه از خود دلتنگ شدند و برای خودشون در خودشون دیگه جایگاهی ندیدن، به علت اینکه خب احساس کردن که گناهی بس عظیم مرتکب شدن و از طرف دیگه هم مورد خشم مسلمان‌ها قرار گرفتن و مسلمان‌ها با اونها قطع رابطه کردند و دانستند که از غضب خدا جز به لطف او ملجأ و پناهی نیست، پس خدا بر آنها باز لطف فرمود و توفیق توبه داد
تا توبه کنند که خداوند بسیار توبه پذیر و در حق خلق مشفق و مهربانه. پس بحث راجع به شیعه خوب دقت کنید، اینجا بیت القصید به قول معروف و محل شاهد اینه. پس بحث راجع به 3 نفری که در جنگ تبوک تخلف ورزیدن از پیامبر اکرم و پیامبر اکرم دستور داد که با اینا دیگه سخن نگویند. بعد اینا توبه کردن، تا توبه کردن تموم شد. حالا اگر یک گناهکاری در ارتش توبه کنه تموم شد، یا بازم میبرنش دادگاه و محاکمش میکنن و زندان. اما ببینید اون رحمت پیامبر اکرم علیه السلام و اون رحمت اسلامی را که از هر جاش یک نکته انسان میتونه برداشت کنه. پس صحبت راجع به این 3 تاست. بعد ناگهان اتجاه سخن و اون نحوه خطاب قرآن کریم تغییر یافت. میفرماد که ناگهان ای اهل ایمان یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. چه ربطی به مطلب قبلی داره؟ از نظر واقعی نحوه ارتباطی بالاخره بین آیات قرآن هست، اما عنایتی بوده که یک تغییری، یک نحوه تغییری، یک حرکتی در این خطاب صورت بگیره که انسان ببینه پس چی شد؟ یه مطلب دیگه داره اینجا عنوان میشه. ای اهل ایمان، ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا ترس باشید و با مردان راستگوی با ایمان بپیوندید. درست شد؟ این آیه تموم شد. بازم برمیگرده خدا هم بحثای سابق خودش میفرماد که اهل مدینه و بادیه نشینان اطرافش نباید هرگز از فرمان پیامبر تخلف کنند. بازم برگشت بحث اهل مدینه. پس به قول معروف خداوند متعال یک بحث خاصی رو مطرح کرد که اون 3 نفر باشه و تخلفشون و توبه خدا بر اونا. بعد آمد یه بحث عامی رو داره مطرح میکنه نسبت به کل مسلمین جهان در امتداد زمان و در امتداد تاریخ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بازم برمیگرده به اون قصه محدود اهل مدینه. ما کان لاهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. پس قبل محدود بوده، بحث 3 نفر و اهل مدینه بوده، بعد محدود بوده و اهل مدینه بوده. ناگهان خداوند متعال در این وسط اون بحث محدود یک بحث لامحدودی را مطرح کرد که خود این آیه نشونگر این است که صادقان علی مر الزمان و در امتداد تاریخ خواهند بود، اگر نه امر عمومی که صادر نمیشد. یا ایها الذین آمنوا خطاب بکیه به کل مؤمنین در امتداد زمان. اتقوا الله و چی؟ و کونوا مع صادقین، که خود این آیه نشونگر این است که آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف زنده هستند. اگر نه چطور میگوید که کونوا مع الصادقین؟ یا ایها الذین آمنوا در امتداد زمان اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. البته این آیه بحثش دنباله داره و این آیه در واقع نظیر آیه تطهیره که در آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا همین بحث مطرح شده که سیاق آیات سابق راجع به بیوت کنه بود، آیه های قبل راجع به اون مسئله بود، آیه های بعد راجع به این مسئله بود، اما این آیه در وسط راجع به بیت شد. این صحبت راجع به بیت شد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، نه اهل البیوت. اون آیه سابق و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی. آیه های بعد راجع به چی؟ و ذکرن ما یتلی فی بیوتکن. اما این آیه وسط کاملا سیاق آیه و نحوه خطاب عوض شد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، نه اهل البیوت. پس بنابراین یه ویژگی خاصی داره، بحث دیگری مطرح شد. آیه شریف امام به همین نحوه که خداوند متعال بحث محدودی داشته راجع به اشخاص محدود 3 نفر، بعد برگشته راجع به اهل مدینه صحبت کرده. اما در این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، طرف خطاب کل مؤمنینه در امتداد زمان که باید پیرو صادقان باشند، که این عرض کردیم نشونگر این است که صادقان در کل زمان و آقایان صادقان یا کسانی که در بالاترین مرتبه صدق هستند یا سروران صادقان باید باشند در امتداد زمان که ما با اونها باشیم. نکات دیگری در این آیه شریف هست که انشاءالله در هفته‌های بعد اگر عمری باقی موند بحث میشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.